سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با قسمت پنجم از آموزش سولفژ برگشتیم. امیدوارم که 4 قسمت قبلی رو نگاه کرده باشین و تمریناتش رو هم انجام داده باشین و آماده باشین برای قسمت پنجم. توی قسمت پنجم در ابتدا میخوام که کلید فا رو، نوشتنش رو و حفظ کردنش رو با هم دیگه تمرین بکنیم. پس برای نوشتنش رو اینجور چیزا یه ذره سرعت ویدیو رو بیشتر میکنم که خیلی وقت ویدیومون گرفته نشه، ولی می نویسم و این قسمتش هم ویدیوش رو حذف نمی کنم، به خاطر اینکه شما هم نوشتنش رو ببینید و بتونید که مثل من برای خودتون بنویسینش. خب کلید فا به این صورت هستش که کلید فا رو از خط چهارم میکشیم. کسایی که سازهای ایرانی میزنن، خیلی از سازهای ایرانی از کلید فا استفاده نمیشه. سازهای ویولون، گیتار و یه سری چیزهای دیگه هم از کلید فا استفاده نمیکنن. شاید با خودتون میگید که خب ما که استفاده نمیشه بس چه احتیاجی داریم؟ مطمئن باشین که احتیاج پیدا میکنید، به خاطر اینکه وقتی شما سولفژ که یاد میگیرین، اگه قرار باشه که موسیقی رو پیشرفته یاد بگیرین، در آینده احتیاج پیدا میکنین یکم پیانو زدن یاد بگیرین. شاید قرار باشه که برین توی گروه کور بخونین و یادگیری کلید فا براتون جزء آموزش‌های مهم حساب میشه. پس این کلید فا رو هم تنبلی نکنین و آموزش ببینید. خب من به این صورت می‌نویسم، از دو وسط به این صورت به سمت پایین این دفعه می‌نویسم. تا این محدوده. خب این میشه دو، سی، لا، سول، فا، می، ره، دو، سی، لا، سول، فا و می. دوباره مثل کلید سول نوت‌های پراکنده می‌نویسیم برای تمرین کردن. پس از اینجا به بعد ویدیو رو سرعتش رو براتون بیشتر میکنم که وقتمون گرفته نشه. توضیحی هم نمیدم. خیلی خوب، نوت ها رو نوشتیم. شما همینطور نوت ها رو بنویسین، مثل همونطور که کلید سول رو حفظ کردیم، مثل همون شروع کنید به حفظ کردنش. به این صورت که مثلا نوتی که رو خط پنجم هست اسمش چیه؟ لاه. توی کلید سول این چه نوتی میشد فا. پس اینجا تو کلید فا این میشه نوت لا. خب کلید فا نشونش از خط چهارم نوت فاه، چون از خط چهارم کشیده شده این نوت رو فا قرار دادیم. پس همه چیز بر اساس این بالا پایین که میریم به این ترتیب چیده میشه. خب مثلا شما لا رو حفظ میکنید، میایید اینجا میگردید پیدا میکنید نوت لا، نوت لا، به این صورت لا رو پیدا میکنید. بعد میایید مثلا فا رو پیدا میکنید با لا، جفتش رو با هم دیگه لا، فا، فا، لا، به این صورت پیدا میکنید و شروع میکنید به حفظ کردن. پس برای حفظ کردن این نوت ها خیلی دیگه من وقت نمیذارم، چون تو کلید سول هم زیاد توضیح داده بودم، خودتون بلدین. شروع کنید به حفظ کردن، ولی هر جلسه تاکید میکنم که شروع کنید به حفظ کردن نوت های کلید فا. بعد از اینکه حفظ کردین و کامل حفظ شدین، شروع میکنید ضرب میزنید روی میز و با هر ضربه‌ای که میزنید اسم یک نوت رو میگیرید. به این صورت ره، می، سول، فا، سی، لا و به این صورت. این از این. خب این قسمت از کلید فا. میریم سراغ قسمت جذاب دیگه. اینم بذارمش اینجا. خب اینو میاریم اینجا. حالا تو این قسمت میخوایم چیکار بکنیم؟ اینا رو میذارم اینجا که اینا دیده بشه، برای اینکه کسی نتونه ویدیوهای ما رو برداره و برای خودش استفاده کنه یا اینکه بفروشتش. همونطور که میدید این ویدیوها رو مثل همون کلاس‌های آموزشی من توی آموزشگاه هست که دارم ضبطش میکنم، هم برای هنرجوهای خودم و هم برای افراد دیگه که هنرجومند نیستن ازش استفاده بکنم و به صورت کاملا رایگان توی کانال یوتیوب هم میذارم. حالا تا جایی که بتونم توی آپارات هم میذارم، کسی که فیلتر شکنشون مشکل داره بتونن توی آپارات هم ببینن.
خب حالا میخوایم چیکار بکنیم؟ یه چند تا ریتم ساده داریم اینجا، همون ریتمایی که شروع کردیم بخوندن. هر ریتمی رو من میخوام بخونم، پس یه بار من ضرب میزنم میخونم، یه بارم ضرب میزنم ولی من نمیخونم، جاش برای شما آزاده که شما بعد از من بخونید. به این صورت ببینید: دو 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 دو. حالا ضرب میزنم، با انگشتم نشون میدم، شما بخونین: 1 و 2 و. خب تمرین بعدی رو میخونم، نگاه بکنید: 1 و 2 و. دو 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 دو. حالا شما بخونید: 1 و 2 و. خب تمرین شماره 3 رو ببینید: دو 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 دو. حالا شما بخونید: 1 و 2 و. خب تمرین شماره 4 و 5 رو هم توی تصویر دارید میبینید. بذارید ببینم. بله، تمرین شماره 4 رو میخونم: دو 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 دو. حالا شما 1 و 2 و. تمرین شماره 5: دو 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 دو. خب تمرین شماره 5 شما بخونید: 1 و 2 و. خب 5 تا بس تمرین خیلی ساده داشتیم که شما میتونید پشت سر من تمرین بکنید. امیدوارم که این آموزش ها رو خیلی سفت و سخت و مرتب و منظم دنبال بکنید، تمرین بکنید. این ویدیوها رو برای دیگران هم ارسال بکنید. اگه دوست دارین حتما لایک بکنید، کامنت بذارین، اگه سوالی داشتین سوال بپرسین. خب خیلی کسایی که این ویدیوها رو استفاده کردن اومدن با من در مورد صحبت کردن، خیلی خوشحالم که استفاده دارن میکنن. کامنت های خیلی خوبی گرفتم. مثلا کسی بود که اومد کامنت گذاشته تو ویدیوهای قبلی که میگفتش که من چندین سال هست ساز میزنم ولی این چیزهایی که در مورد ریتم و من گفتم و آموزش دادم رو متاسفانه تا الان بلد نبود و خودش فکر میکرده که لابد خیلی اینا سخته که یاد نمیگیره، ولی با دیدن این ویدیوها کامل اینا رو یاد گرفته بود و مسلط شده بود. خب شما ازش استفاده بکنید. این برای قسمت 5 کافیه. تا ویدیو بعدی موفق و موزیسین باشین. خدا نگهدار.